صبح خیر سو عزیز. این زمان ما قرار دارم در شهر کاتوویس و اصلا این چیزی که ما در پیشم اومد در این شهر نه این است. شکلی که میبینید از یکی اینها را بردم به پارتوان در پدی کوچه. ما با خلاصی اومدن که میدونید چی؟ بیاید کم در محبت نشون دهیم و این گونه دیل سازیم. دیل و دیل همش از سرکای باقلچکا است. و این زمان ما قرار دارم در شهر کاتوویس. و چرا ما این شهر کاتوویس اومدم؟ چون که ما اخیرا سفر داشتم کراکوف اصل ماهای فوریه نه اپریل ریخترش و ولی کمتر سیاحت کردم نکرد. طول 4 ماه اخیر ما سیاحت نکرده بودم و این ماه گفتم که یک بار دیگر کاتوویس میرم چون یک دوستی ما زندگی میکند و ما برای همین ما اینجا آمدم. و چقدر که میبینید این زمان ما در شهر کاتوویس قرار دارم. بله این هستم کوچه های کاتوویس در تابستان و بله کم تگرم. ما با فکر میکنم این زمان باید بایک ترام گیرم تا که خانه ما آمده هم. What we should say? I don't know. Congratulations. Congratulations on my dropout. On my failing the university. And guess what? At least they gave me this one. And at least I'm, drinking some water or some coffee. And some vodka after the party. Tell me something, bro. How do you feel at the moment? What are the feelings? No, there should be a vlog without speaking. No. How do you feel, bro? Just the movements. That's all. Graduation ceremony. Graduation ceremony. Graduation ceremony. روزی ختم کنی. Welcome everybody. ساعت ما در اینجا نگذاشته بودم چون که اینجا که از همه هاستل ارزون ترین است و شاید بله میتونن که ساعت ما دزدی کنن اینجا در مهمانخانه های 5 ستاره اگر نیست که در اونجا گذاریش تک اینجا از در متروی اوکی اینجا وقت از در متروی یک تا تلویزور نشون میدن که تلویزور مایدای نمیدونم در جگون چیز هست نیست. اصلا این در است کلی دارد قلف میشود یا که نه. اصلا اینجا در روشنی دارد. خب یک تا جای خوب 2 تا جای خوب 3 تا جای خوب 4 تا جای خوب. خوشبختانه امشب تنها یک جای خوب بود که اینم از ما بود و 3 کسی دیگه این 1 2 3 کسی دیگه نه اومده بود و تنها ما در اینجا خوب کردم و این از همه ارزان ترین و باز دورترین از مرکز شهر کاتوویس مهمانخانه یا که هاستل هست که یافته میتونید در booking.com و بله یعنی این گونه شرایط ها دارد. برای مثال این میزش از سالی شاید که جنگی بزرگی وطنی مونده باشد بعد از هجوم هیتلر و بله این هم میخیل و اینشان جای لباس کشو کنک این هم میخیل این هم میخیل بله این از اون ترین که نرخش همگی 160 سومانی است در یک شبانه روز مهمانخانه است در شهر کاتوویس و بله من در همین قش کفایه بود چون که ما نخواستم که مبلغ بسیار سیاحت کنم مبلغ بسیار مصرف کنم. شما بسیار میدونید که من ارزان سیاحت نکنم و امروز که ما جای کار نداشتم تحصیل نداشتم یکون چی نداشتم برای همون ما در جای لازم بود که تنها شب و روز کنم و پسان با از دنبال کار باشم و من همین کار کردم. این هاستل از مرکز شهر 2 کیلومتر دور بود و شب که ما آمدیم ساعت 10 10 نیم 11 لکه ایز میکنی که در یگون
جایی هستی که اونجا همه بندیت خانه های برای مثال نگاه کنید همه جا و مثل دوروی پیش و میترسیده کدوم نبردارد گفته بله آیسته آیسته از ما که باید قدم زنم اون طرف روم پسون دستی چپ پسون ما تراموای باید یاوم تا که با مرکز کاتویس روم پسون در اونجا دوست ما میبینم و بعد از وای در کوچه کاتویس کم تر قدم میزنم و پسون با سفر دارم با بیدگوشت چون که از کاتویس تا با بیدگوشت همگی 7 ساعت راه است 6-7 ساعت راه است که امروز تا بگه دیگر در داخل تیاره یا اینکه پاییز میرویم. خب این توصیه برای سیاحان است کدومی که سیاحت میکند دفعه دیگر و توصیه ما از تجربه سیاحی خودم این است که کدومی که رفتید مهمانخانه یا که هاستل ارزان ترین در مرکز شهر گیرید دورتر نگیرید. برای مثال ما سال گذشته رفته بودم وارشاو و مهمانخانه ما از مرکز شهر تقریبا 10 کیلومتر دور بود و الکی تو شب میروی که دیگر محکم میکنن تو بیست چکین و بعد وقتی که شما انمو مهمانخانه را در سایت booking.com یا که Airbnb یعنی برای خودتون میگیرید یا اینکه جا میگیرید شما باید دونه که وای 24/7 کار میکنند یا که نه خیلیش 24/7 ندارن رجیستراسیون اگر که داشته باشن گیرندشون نگیر یعنی 24/7 ما چی در نظر دارم 24 ساعت در یک شبانه روز و 7 روز در یک هفته کار میکنن و چک این و چک اوت میکنن همین وقتی که میدروی چک این میشه وقتی که میبروی چک اوت میشه اگر که انگلیسی رو ندونی یعنی چک این و چک اوت شما باید 24/7 باشد چون که اگر که 24/7 نباشد تلقی کمتر پاییز در میکند یا که سمالوت در میکند میروی در همون مهمانخانه و تا دیگر راه نمیتین میگن که ایت در کردی و اگر که مبلغ پرداخت کرده باشی و هم از بین میرود و مایل مبلغ هم دیگه نمیوند که خوب کنی فهمیدی و پسون بیرون میبره میره در اپورت خوب میکنی که در قدی کوچه برای که من وضعیت بودم سال 2021 تجربه بله این است جایهای فراغتی کاتویس استولش هم شاقوار نواشنای من این راه هم برای تراموای هم برای آدمو بله یگان وای راه نیست یگان چراغکای راه نیست و قانونهای راه هم تو وای راه نمیکنی اگر که در اینجا روی